پس دوستان لطفاً امشب که هوا سرده و برف هم اومده سمت کوها، هوای حیوانات رو داشته باشید. حالا فرقی نمیکنه چه حیوانی، سگ، گربه، پرنده، تا جایی که میتونید براشون غذا بیرون بذارید. کسایی که خب بالا شهر هستن، نزدیک کوه هستن، تو پارکینگشون یه تیکه موکت بذارن، یه تیکه کارتون بذارن که این حیوانات دیگه رو زمین نخوابن تو این سرما. حداقل یه چیزی زیرشون باشه. اگه میتونید لونه براشون درست کنید، حالا هر کس به هر طریقی که میتونه غذا براشون بذاره که وقتی که هوا سرد میشه بیا خانوما این حیوونا کمتر عذاب بکشن. بیا عزیزم بخور، وزه کوچولو بذار واسه دوباره شارژ کنم. بخور خوشگله. اینجا یه گربه بود ترسوه، خب اینو میذارم اینجا واسه این گربه ترسوه. خانومی اومد خوردش. خیلی تو ماشین گندمم دارم برای کلاغ ها.